دوستان سلام عرض کردن. آقا یک کمبوزه‌ای توی توبره ولی فقیه هست که اسمش سلامیه. طرف خیر سرش معاون سرکرده سپاهه، مخش ماهیچه است، اما یه جوری فک میزنه که هر کی نشناسدش فکر میکنه طرف گوشت کوبیه چیزیه. حالا این شما و این جدیدترین ارعر این یابو علفی. اساساً آمریکایی ها در روابط بین الملل فاقد منطق سیاسی هستند، یعنی قدرت منطق ندارند. تلاش میکنند از منطق قدرت استفاده کنند به جای قدرت منطق. ببینید اینا دو مفهوم متفاوته. ما برعکس دارای قدرت منطق هستیم. با اینکه تنها هستیم در محیط بین الملل و در مقابل آرایشی از قدرت‌های مسلط جهانی قرار گرفته ایم و با اینکه ما هم دارای قدرت نظامی فوق‌العاده ویرانگر و مخرب و تهاجمی هستیم و واقعاً میتونیم منافع حیاتی قدرت‌های بزرگ رو در هر سطح دلخواهی به مخاطره بندازیم، ولی ما هرگز از گزینه نظامی در روند اقدامات و تقابل دیپلماتیک سخن نمیگیم. قدرت منطق دارید شما؟ منظورت کدوم منطقه؟ منطق زهرخوری یا شکرخوری؟ راستی اگه اند قدرت منطق و خدای تقابل دیپلماتیک هستید، پس منظور این ورق پاره باند مؤتلفه از قلمی کردن این سوز و گدازا چیه؟ امروزه در حوزه سیاست خارجی ما حوادثی در شرف وقوع است که در طول تاریخ 200 ساله کشور مسبوق به سابقه نیست. این رویدادها که به لحاظ شکلی و ماهوی در مغایرت آشکار با عزت و اقتدار ملت شریف ایران که بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر را رقم زده است می باشد، از آن جهت بی سابقه است که در دوران موسوم به عصر انفجار اطلاعات اتفاق می افتد. اما مسئولین سیاست خارجی ما بر مکتوم ماندن و محرمانه بودن اقداماتشان اصرار دارند. خب حالا ما کدومو باور کنی؟ قدرت منطق پاسدار سلامی در دیپلماسی رو یا توافقنامه‌ای که زده عزت ولایت رو گچی کرده؟ نه جدی آخه این نمیشه که بابا یه حرف محکمه پسند بزنید. آخه آبروی نداشته سیدعلی خمار رو اینجوری پخش و پلا نکنید. بابا سیدعلی داره خفه میشه، ایشالله زودتر بشه. این کشوری که در تحریم همه جانبی اقتصادی است هنوز در هیچ یک از جنبه‌های معیشت و زندگی مردم هیچ چیزی رو جیره بندی نکرده. همه چیز به وفور تو این کشور فراوونه. شما آمریکایی‌ها بیان یه سری تو خیابون‌های ما ببینن مردم ما چقدر شیک پوش و چقدر شاداب صف‌های خرید ما رو ببینن. بیان اصلا سر سفره‌های مردم ما برن سفره‌های آمریکایی‌ها رو هم ببینن. نگفتم یارو کمبوزه است. نگفتم مخش ماهیچه است. مصاحبه تلویزیونی رو با سیرک اشتباه گرفته. بابا تو گچ و کوچ سرخوری که آخه نمیشه خالی بست. خب تو این قمپوزا رو در میکنی، بعد شیخ فری میاد یه جمله میگه کاسه کوزه اقتدار ولایت رو خرد خاکشیر میکنه. در برخی از زمینه‌ها وضعیت بسیار دشواری داریم. اگر تعبیر کنم که در مرز بحرانیم شاید اغراق نباشد. تازه این شسته رفته ترین ناله شیخ فریه. تا دیروز که آدرس خزانه خالی رو به طرف حسابا میداد. دولت در شرایطی کار خود را آغاز کرده است که با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان.
بله، داستان همونیه که نون نداره بخوره، پیاز میخوره اشتهاش باشه. لحیم ولایت از همه طرف داره باز میشه، بعد این یارو سلامی دنبال حال آوردن بسیجی هاست. بادکنک اقتدارتون خیلی وقت ترکیده. موشکار